اسماعیل سامونی اوسیم ایوبزاده نام شهروند تاجیکستان را بر اساس ماده 307 علاوه کودکس جنایتی تاجیکستان برای تماشا کردن و لایک ماندن در زیر مطلب‌های تنقیدی به 7 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. جریان این مرافعه دادگاهی را برنامه تلویزیونی مرافعه ثبت و توسط یوتیوب کانال قانون جمهوری تاجیکستان نشر کرده است. این ویدیو در سامانه دادگاه نوع اسماعیل سامونی نیز نشر شده است. مؤلف برنامه در صحبت با بامداد تصدیق کرد که این ویدیو صحنه‌سازی نیست و چنین مرافعه در حقیقت برگزار شده شهروند برای لایک ماندن به 7 سال زندان محکوم شده است. در جریان مرافعه ایبدار کننده دولتی میگوید که اوسیم ایوبزاده هنگام در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتنش با نیکنیم اوسیم مجاهد در شبکه‌های ادنکلاسنیکی، فیسبوک و یوتیوب صحیفه گشوده برنامه‌های سازمان‌های تروریستی را که هدفشان ناآرام ساختن جامعه میباشد منتظم تماشا و جانبداری میکرد. طوری در ویدیو دیده میشود خود اوسیم ایوبزاده در دادگاه میگوید فکر میکرد که از بس که با نام مستعار وارد شبکه‌ها میشود او را نمییابند. او گفت برنامه‌ها را تماشا میکرد که در آنها از حکومت تاجیکستان و مقامات این کشور انتقاد میکردند. اسم سازمانی که اوسیم ایوبزاده گویا برنامه‌هایشان را تماشا میکرد و زیرش لایک میگذاشت گفته نمیشود و ایبدار شونده تنها از احرار نام نفری نام میبرد که گویا به او در عوض ویدیوهای تنقیدی درباره مقامات تاجیکستان پول وعده داده است. ایوبزاده گفت آنها برای لایک گذاشتن یا پهن کردن ویدیوهایشان پول نمیدادند، ولی احرار گفت که اگر من ویدیوهای نو برایشان پیدا کنم پولش را میدهند. حامیان حقوق برای لایک گذاشتن یا بازنشر مطلب‌ها در اینترنت به چندین سال زندان محکوم کردن افراد با چنین اتهامات دستگیر شده در تاجیکستان را جزای بیش از حد شدید میشمارند و بر اینند که چنین قضیه‌ها نام تاجیکستان را در چشم جامعه بین المللی همچون سرکوبگر حقوق انسان نمودار می‌سازد. مقامات تاجیکستان در پی انتقاد سازمان‌های بین المللی اخیراً جزا را برای لایک ماندن در زیر مطلب‌های افراطی سبکتر کردند. اما مرافعه اوسیم ایوبزاده از نخستین موردهایی است که یک نفر در تاجیکستان برای تماشای برنامه‌های تنقیدی محکوم به زندان می شود.